خب بحث بعدی بحث مالیات بر درآمد بهینه است. همونطور که گفتم در اکثر کشورهای توسعه یافته دولت‌ها درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خودشون رو از طریق مالیات بر درآمد وضع میکنن، یعنی وضع مالیات بر درآمد افراد. خب تو اینجا ما هدفمون اینه که ببینیم که چه مقدار باید مالیات بر گروه‌های درآمدی مختلف بسته بشه تا رفاه در جامعه حداکثر بشه، با این قید که دولت یک درآمد مالیاتی مشخص داشته باشه. رفاه در جامعه رو حالا ما بحثش رو در بخش عمومی یک کردیم، میتونیم توسط توابع رفاه اجتماعی مختلفی که وجود داره نشون بدیم. در اینجا حالا ما یه مدل خیلی ساده شده داریم، بدین شکل که فرض میکنیم که تابع مطلوبیت افراد مختلف در جامعه مثل همه، یعنی نه خود مطلوبیتشون ولی تابعشون، یعنی اینکه مطلوبیتشون به چه شکلی از درآمد و مصرف و از این جور چیزا، لژر و از این جور چیزا تابعیت میکنه، یه تابع یکسانیه. بنابراین این تابع مطلوبیت فرد یک برابر با تابع مطلوبیت فرد دو و به همیشه. بعد فرض میکنیم که تابع مطلوبیت یو عرضم به حضور شما که به شکلیه که مطلوبیت نهایی درآمد کاهشیه، یعنی هرچی درآمد بیشتر بشه مطلوبیت بیشتر میشه، اما مطلوبیت نهایی درآمد کاهش پیدا میکنه. یعنی مثلا یه همچین شکلی میتونه داشته باشه تابع مطلوبیت، اونجوری که شما میبینید مطلوبیت زیاد میشه با درآمد ولی شیبش کمتر میشه. فرض سوم اینه که درآمد کل در جامعه مقدار ثابتی، یعنی اینکه وقتی شما خب مالیات میبندید بر افراد، بر درآمد افراد، خب بعضیا ممکنه که عرضه نیروی کارشون کم بشه و در نتیجه درآمدشون کم بشه. ما داریم فرض میکنیم در کل در جامعه مقدار کل درآمد ثابته، که البته خب فرض واقع بینانه ای نیستش. در نتیجه با وضع مالیات مقدار درآمد کل در جامعه تغییری نمیکنه با این فرض. فرض چهارممون هم اینه که تابع سوشال ولفر فانکشنمون از نوع یوتیلیتریانی هستش، یعنی تابع رفاه اجتماعیمون بدین شکل از جمع جبری مطلوبیت تمام افراد با وزن یکسان به دست میاد. خیلی خب ما میریم این تابع مطلوبیت رو حد اکثر میکنیم، این سوشال ولفر فانکشنمون رو حد اکثر میکنیم سابجکت تو اینکه جمع درآمد مالیاتی که از تک تک افراد دولت به دست میاره مقدار مشخص و گیون آر باشه. دولت میخواد این مقدار درآمد رو داشته باشه، پس درآمد مالیاتی که از فرد یک به دست میاره به علاوه درآمد مالیاتی که از فرد دو به دست میاره تا آر ان باید بشه آر. خب دیگه اینو از طریق لاگرانژیان حد اکثر سازیش میکنیم و میرسیم به این رابطه. این رابطه چی میگه؟ میگه مارجینال یوتیلیتیه. خب ما اینجا نسبت به تاو یعنی مالیات مشتق گرفتیم دیگه، داره میگه که مارجینال یوتیلیتی ناشی از یک واحد درآمد مالیاتی بیشتر باید بین همه آدم‌ها یکسان باشه، برای همه باید یکسان باشه. یعنی ما باید از هر گروه درآمدی یه جوری مالیات بگیریم، مقداری مالیات بگیریم که در نهایت مطلوبیت نهایی آخرین $1 درآمد مالیاتی بین تمام گروه‌های درآمدی یکسان بشه. عرضم به حضورتون که این مارجینال یوتیلیتی، خب ببینید مارجینال یوتیلیتی یه تابع کاهشی از مصرف هستش. یعنی شما هرچی مصرفتون بیشتر میشه
مارجینال یوتیلیتی چی میشه؟ کمتر میشه. اینو شما از قبل میدونید. وقتی که شما مالیات رو زیاد میکنی بر یه گروه درآمدی، درآمد پس از مالیاتش کم میشه، یعنی ATI after tax incomeش کم میشه. وقتی که ATI کم میشه، خب آدم ها کمتر دیگه میتونن مصرف بکنن و مصرف کمتر منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که مطلوبیت نهایی مصرف برای فرد آی چی بشه؟ بیشتر بشه. خب من از این استفاده میکنم تا یه نکته رو در مورد این رابطه که به دست آوردیم متوجه بشیم. ببینید دو تا آدم داریم، یکی آدم آی، یکی آدم جی. آدم آی، آدم جی. فرض کنید MU به MR آی بزرگتر از MU به MR جیه. یعنی مطلوبیت نهایی $1 درآمد مالیاتی بیشتر برای فرد آی بیشتر از فرد جی. خب این که مارجینال یوتیلیتی برای فرد آی بیشتر شده، بدین معناه که این فرد آی داره کمتر مصرف میکنه، یعنی ATIش پایین تره. پس شما برای اینکه اون رابطه که این در اینجا به دست آوردیم برقرار بشه، یعنی MU آی به MR آی مساوی MU جی به MR جی بشه، باید چیکار کنید؟ باید ارزم به حضور شما این فرد آی که MU به MRش بزرگتره رو، یعنی مصرفش چیه کمتره رو، کاری کنید که مصرفش بیشتر بشه. برای اینکه مصرفش بیشتر بشه باید ATIش بیشتر بشه. برای اینکه ATIش بیشتر بشه باید مالیات کمتری ازش بگیرید. پس شما باید مالیات کمتری از آی بگیرید و مالیات بیشتری از جی بگیرید. چرا جی مالیات بیشتری باید بگیرید؟ خب برای اینکه MU مارجینال یوتیلیتی فرد جی بالاه، ببخشید پایینه، یعنی مصرفش بالاه. مصرفش بالا ATIش بالا، شما باید ATIشو بیارید پایین تا مصرفش بیاد پایین تا این کسر چی بشه؟ بیاد پایین. عرضم به حضور شما، پس شما از اون فردی که ثروتمندتره، درآمدش یعنی الان بیشتره در اینجا، باید مالیات بیشتری بگیرید. از فردی که درآمدش کمتره باید مالیات کمتری بگیرید. و این حالا این یه نکتهشه، اما یه نکته دیگهش اینه که خب این باعث چی میشه؟ پس ببینید شما انقدر باید این کار رو ادامه بدید تا MU به MR این دوتا آدم برابر شه. موقعی MU به MR این دوتا آدم برابر میشه که ATIشون برابر بشه. چون ما فرض کنیم تابع مطلوبیت همه این آدم ها شبیه به همه فرم تابعیتش، در نتیجه موقعی این MU به MR شون برابر میشه که درآمدشون برابر بشه. پس یعنی بر اساس این چیزی که ما داریم اینجا میگیم، ما باید از همه جوری در مالیات بگیریم که همه ATIشون برابر بشه، یعنی بعد از مالیات درآمدهای یکسانی داشته باشن بعد از کسر مالیات. و این یعنی اینکه همه باید ATIشون باید چی بشه؟ باید برابر با میانگین ATI جامعه بشه. یعنی این مدل، تو این مدل ساده‌ای که ما اینجا مطرح کردیم، جوری باید مالیات گرفته بشه که ATI درآمد بعد از مالیات همه افراد برابر با میانگین ATI جامعه بشه. حالا اینجا نموداری هم این رو توضیح دادیم. ببینید الان دو تا آدم داریم اینجا، یکی دکتر ال و یکی هم دکتر اچ. محور عمودی MU به MR این آدم ها رو نشون میده، محور افقی نرخ مالیات. الان در تمامی نرخ‌های مالیات این کسر MU به MR یعنی مطلوبیت نهایی ناشی از $1 درآمد مالیاتی بیشتر برای فرد ال بیشتر از اچ. و این یعنی این که در کل یعنی MU H همیشه انگار کمتر از MU L. MU H کمتر از MU L یعنی این که مصرف H بیش از مصرف L، یعنی ATI H بیش از L، یعنی H اون فردیه که پردرآمدتره، پولدارتر نسبت به L. خب این قاعده میگه که شما جوری مالیات بگیر که MU به MR این دوتا، این فقیر و غنی، با هم برابر بشه. حالا مقدار لامدا رو در نظر بگیرید، مثلا این مقداره، در این مقدار یه خط افقی میکشید، میبینید که در کجا این دوتا محور رو قطع میکنه. در اینجا محور MU به MR L قطع میشه و در اینجا منحنی MU به MR H قطع میشه.
پس باید 10% مالیات از ال بگیرید، 20% از اچ. اینطوری ام یو به ام آر هر جفتشون برابر میشه بعد از مالیات. ام یو به ام آرشون برابر میشه. الان ببینید مالیات بیشتری ما داریم از اچ میگیریم و مالیات کمتری از فقیرتر. پس اگر که اینجوری ما مالیات بگیریم چه اتفاقی میفته؟ در واقع سیستم مالیاتیمون به صورت پروگرسیو میشه. از اونی که درآمد بیشتر داره بیشتر مالیات میگیری، اونی که درآمد کمتر داره نرخ مالیات برای اون کمتره. بنابراین سیستم مالیاتیمون پروگرسیو میشه و در نتیجه این مدلی که ما الان اینجا گفتیم شرط مهم برابری عمودی رو برآورده میکنه دیگه. شما میدونید در سیستم های مالیاتی پروگرسیو یعنی هر چی فرد درآمدش بیشتره، نرخ مالیاتی که باید پرداخت کنه بالاتره، برابری عمودی بیشتره. اینو قبلا بحثش رو کردیم. بنابراین این سیستم مالیاتی حسنش اینه که اگر این شکلی مالیات بگیریم سیستم مالیاتیمون پروگرسیو میشه و برابری و عدالت عمودی برآورده میشه. اما به صورت تئوریک وقتی بحث میکنیم یک ایرادی این سیستم مالیاتی پروگرسیو داره و اون اینه که کارایی به صورت تئوریک وقتی تحلیل میکنیم در سیستم مالیاتی پروگرسیو پایین تره. چرا؟ خب تو تحلیل تئوریک ما اینجوری متوجه میشیم که اونی که درآمد بیشتری داره چون مالیات بیشتری میده عرضه نیروی کارش کم میشه. بنابراین جامعه کاری که اون فردی که درآمد بیشتری داره عرضه میکنه رو از دست میده بخشیش. حالا اگر یه جامعه ای باشه که طبق علم اقتصاد طراحی شده، ارزم به حضور شما توش رانت نیست یا کمه، فساد نیست یا کمه، افراد بر اساس شایستگی در جایگاه مختلف قرار گرفتن، معنیش اینه که اونی که پردرآمدتره اونی بوده که برای جامعه آدم مفیدی تر بوده، اونی بوده که کاراییش یعنی مارجینال پروداکتیویتیش برای جامعه بالاتر بوده اون آدم. وقتی که اون عرضه نیروکارش رو کم میکنه یعنی در جامعه مارجینال پروداکتیویتی داره میاد پایین، یعنی کارایی داره میاد پایین، برای همین دد لاس به وجود میاد. اما اگر یه جامعه باشه که توش فساد و ران تو این چیزا زیاده، این تحلیل البته درست نیست، چون اون کسی درآمد بیشتر داره تو چنین جامعه‌ای که آدمیه که عنصریه که برای جامعه مضرتره. اتفاقا اون کمتر کار بکنه بهتره چون خرابی های کمتری به بار میاره. اما توی جامعه که بر اساس علم اقتصاد طراحی شده اونی که درآمد بیشتر داره در حقیقت آدمیه که پروداکتیو تره، کاراتره، برای جامعه مفیدتره. خب شما وقتی اونو با نرخ مالیاتی بالاتری بهش مالیات میبندید، عرضه نیرو کارش که میاد پایین به جامعه ضرر وارد میشه، یعنی دد لاس به وجود میاد. در نتیجه وقتی با تئوریک تحلیل میکنیم میفهمیم که پروگرسیو وقتی هست سیستم مالیاتی دد لاس به وجود میاد، کارایی میاد پایین. اما حالا تو همین فضای تئوریک وقتی که تحلیل میکنیم آیا این بده که ما حالا یه سیستم مالیاتی پروگرسیو داشته باشیم که توش میدونیم کارایی بده پایین تره؟ نه، برای اینکه درسته که کارایی پایین تره تو سیستم مالیاتی پروگرسیو، اما برابری عمودی دیدیم بیشتره، عدالت بیشتره و ما در سیاست گذاری همیشه برابری رو اولویت میدیم به کارایی. اولویت اولمون برابری و عدالت، بعد کارایی. اما چیز بدی نیست. اما حالا حتی تو همین فضای تئوریک هم میتونه سیستم مالیاتی پروگرسیو افیشنت باشه یا آدم کارش خیلی کم باشه اگر که عرضه نیروکار افرادی که درآمد بالا دارن کمکشش باشه، کمکشش تر از عرضه نیروکار گروه های درآمدی کم درآمد باشه. اگه این اختلاف کشششون زیاد باشه یعنی کشش کمتر باشه توی گروه های عرضه نیروکار گروه های پردرآمد کم باشه و عرضه نیروکار گروه های کم درآمد بیشتر باشه. اگه این اختلاف زیاد باشه
اون وقت میتونه اتفاقا افیشنت هم باشه، چون اون وقت خب شما مالیات رو که میگیرید، مالیات مضاعف رو که میگیرید از افراد پردرآمد، چون کشششون کمه، خب عرض نیرو کارشون هم کم نمیشه دیگه. این تحلیلی هم که اینجا کردیم پس دیگه ساده. حالا این بحث تئوریک قضیه بود، اما در عمل چیه؟ مطالعات تجربی چی رو نشون میده؟ حالا این مطالعه که انجام شده در 2018 میگه که ببینید ما الان فرضمون اینه مردم کاملا این سیستم مالیاتی پروگرسیو رو میفهمن و بهش واکنش نشون میدن. یعنی مثلا اونایی که تو گروهای درآمدی بالاترن خیلی خوب دارن درک میکنن که دارن مالیات خیلی زیادی مثلا میدن و ارزش نیروی کارشون رو کم میکنن. اما این مطالعه نشون داده که نه، واقعا مردم درست متوجه این موضوع اصلا نیستن. یعنی متوجه این پلکانی بودن و این درجه پروگرسیو بودن یک سیستم مالیاتی نیستن. فکر میکنن سیستم مالیاتی خیلی یه نواخت و فلت و اینجوراست. عرضم به حضور شما این پرسپشنی که دارن، این پرسپشنی که دارن در واقع باعث چی میشه؟ پس این تحلیل ما رو هم به هم میریزه. یعنی اینطوری نیستش که اون گروه درآمدی بالاتر چون داره مالیات بالاتری در حقیقت میده ارز نیرو کارش رو کم میکنه. اون متوجه این پلکانا در واقعیت نیست، فکر میکنه سیستم مالیاتی خیلی فلته و برابر این لاس ناشی از این سیستم های مالیاتی پروگرسیو کمه. و شما همه جای دنیا میبینید که سیستم های مالیاتی پروگرسیو هم برابری عمودیش بیشتره، هم تو حقیقت واقعا لاس کمی دارن یا ندارن. خب بحث بعدی که میخوام بهتون بگم رابطه درآمد مالیاتی دولت با نرخ مالیاتی منحنی لفر. لفر مشاور اقتصادی دولت ریگان بود و تو حالا اون دولت آمریکا، دولت‌های قبلیش بعدیش، تو همه دولت‌های کشورهای مختلف دنیا همیشه بحث سر اینه که دولت چه نرخ مالیاتی رو باید وضع بکنه تا درآمد مالیاتیش بیشتر بشه. عرضم به حضور شما که این دفعه توی یه جلسه‌ای که نشسته بودن تو هیئت دولت، روی یه کاغذ، روی یه دونه دستمال کاغذی این نمودار رو کشید و این تئوری رو برای اولین بار مطرح کرد. ببین ایشون میگه که محور عمودی درآمد مالیاتی نشون میده تو این شکل، محور افقی نرخ مالیاتی نشون میده. ایشون میگه که وقتی که خب دولت مالیات وضع نمیکنه، یعنی نرخ مالیاتی صفره، درآمد مالیاتیش هم صفر. خب پس نمودار از این نقطه شروع میشه. وقتی که نرخ مالیات بر درآمد 100%، بازم درآمد مالیاتیش باید صفر رو نزدیک به صفر باشه، چون هر چی که مردم کار میکنن رو میدن به دولت، بنابراین کار نمیکنن دیگه، انگیزه برای کار کردن نداره. خیلی خب پس بین 0 تا 100 باید یه همچین شکلی حتما داشته باشه و در نتیجه یه جایی این درآمد مالیاتی حد اکثر میشه که اسمشو میذاریم تابستار. هدف اینه به این تابستار برسیم. حالا ایشون تو اون جلسه ای که داشته میگفتش که ما برای اینکه درآمد مالیاتمون بیشتر شه باید مالیات رو کم کنیم، چون ما این سمت این نموداریم، سمت نیمه راستشیم. به این سمت میگن رانگ ساید، یعنی سمت غلط مالیات. این ور رو میگن کارکت ساید، سمت صحیح مالیات. چرا به این میگن صحیح؟ برای که اینجا مالیات رو زیاد کنی درآمد مالیاتی زیاد میشه، برای همین بهش میگن سمت صحیح. این سمت رو میگن غلط، چون اگه اینجا مالیات رو کم بکنی درآمد مالیاتی زیاد میشه، مالیات بیشتر کنی درآمد مالیاتی غلط میشه، کم میشه. حالا ایشون اون موقع بحثش این بود، میگفت ما اینجاییم، ما باید نرخ مالیات رو کم بکنیم تا درآمد مالیاتیمون بیشتر بشه. عرضم به حضور شما که خب همه هدفشون اینه به این تابستاره برسن، یعنی تابستار رو حساب کنن و ارزم به حضور شما تا درآمد مالیاتیشون حد اکثر بشه، مالیات رو برای مبنای نرخ تابستار بگیرن تا درآمد مالیاتیشون حد اکثر بشه. اما مشکل اینه که این تابستاره رو نمیشه به دست آورد به راحتی و یه چالشیه که همه کشورها درگیرشن که تابستار رو تو جامعه خودشون به دست بیارن. این تابستار ارزم به حضور شما که چرا نمیشه به دستش آورد به این راحتی؟ برای اینکه شما ببینید به صورت تئوریک که نمیتونی منحنی رو به دست بیاری.
برای اینکه منحنی به دست بیاری باید به صورت تجربی به دست بیاری. یعنی باید نرخ‌های مالیاتی مختلف رو امتحان بکنید بین 0 تا 100. بعد برید ببینید درآمد زیاد شد یا کم شد، درآمد دولت چقدر شد. بعد تا بتونید یه نقاط مختلفی از این منحنی رو به دست بیارید، تا بتونید منحنی رو بکشید تا برید تا استارش رو به دست بیارید. ولی واقعیت اینه که دولت که نمیتونه تمام نرخ‌های مالیاتی مختلف رو امتحان و آزمایش کنه که. میتونه به دولت بفهمه سمت صحیح هست یا غلط. بالاخره دولت تو دولت‌های مختلف سیاست‌های مالیاتی عوض میشه، نرخ‌ها یه خورده تغییر میکنن، بعد میتونه بره ببینه مثلا نرخ تغییر کرده درآمد مالیاتیش بیشتر شده یا کمتر شده. از این طریق میتونه بفهمه سمت صحیح قرار گرفته یا سمت غلط. اما تا استاره رو موقعی میتونه به دست بیاره که ارزم به حضورشون تمام نرخ‌های مالیاتی مختلف رو، حالا تمامش که نه ولی نرخ‌های مالیاتی مختلفی رو بین 0 تا 100 قبلا آزمایش کرده، دیده مثلا تو این نرخ‌های مختلف چقدر بوده درآمدش تا بتونه این نمودار رو بکشه. اما تو واقعیت نرخ‌های مالیات خیلی کم بالا پایین میشن، جزئی بالا پایین میشن، نه اونقدر زیاد بالا پایین نمیشن که بشه این شکل و درشو. خب بله، اینم از رابطه بین درآمد مالیاتی دولت و نرخ مالیات، منحنی لفر. خب بحث بعدی که ما توی ارزم به حضور شما این بحث مالیات باید بگیم اه، اینه. ببینید ما تا الان همش تمرکزمون روی برابری و کارایی مالیات بود. یعنی بررسی کردیم تو فصل پیش که مثلا مالیات وقتی وضع میکنی بار مالیاتی روی گروه های مختلف چی میشه، یعنی بحث برابری رو بررسی میکردیم. تو این فصل هم که اثر برابری اثر مالیات بر کارایی رو بررسی کردیم. اما یه چیزی رو تو این بحث تا اینجا در نظر نگرفتیم و اون رابطه مالیات و منافع ناشی از مالیاته. تکس بنفیت لینکش. یعنی شما وقتی مالیات خب دولت میبنده، وقتی که اون پول رو جمع کرد که نمیبره مثلا اون پول رو همشو بخوره یا بسوزونه، که با اون پول یه کارایی میکنه، جاده میسازه، نمیدونم یه سری خدمات کالاهای عمومی عرضه میکنه، یه کارایی میکنه دیگه. این منافع رو ما تو تحلیلمون نیاوردیم. وقتی که این منافع رو وارد تحلیل کنیم داستان کاملا عوض میشه. برای مثال شما فرض کنید که دولت میخواد که ارزم به حضور شما مالیات بگیره، مالیات بر درآمد از افراد شاغل بگیره. این مالیات رو هم فرض کنید بر کارفرما وضع میکنه، یعنی بر مبنای فیش حقوقی که کارفرماها دارن به نیروی کارشون میدن، میاد یه مالیاتی از کارفرما میگیره و این مالیات رو میخواد استفاده کنه تا یه بیمه مثلا تأمین اجتماعی، ارزم به حضور شما یه بیمه سلامتی برای مثلا نیروی کاری که مالیات پرداخته تأمین کنه. ببینیم این چه اثری میذاره. حالا ببینید الان اینجا میخوایم بنفیت رو هم وارد قضیه کنیم. اولا که فعلا فرض کنید هنوز اون بیمه رو نگرفته، هنوز مالیات هم نگرفت. خب من الان اینجا محور عمودی دستمزد، محور افقی نیروی کاره، میزان تعداد ساعت‌های عرضه نیروی کاره. این خط میشه منحنی تقاضای نیروی کار که میشه سوشال مارجینال بنفیت در واقع نیروی کار. این خط میشه منحنی عرضه نیروی کار که میشه سوشال مارجینال کاست نیروی کار. این مباحث رو تو بخش عمومی یک، اینکه چرا این سوشال مارجینال کاست، این سوشال مارجینال بنفیت، اینا رو توضیح دادم. پس بازار در نقطه A به تعادل میرسه. عرضه و تقاضای نیروی کار باید L1 باشه. این مقدار بهینه اجتماعیه. در اینجا سوشال مارجینال کاست و سوشال مارجینال بنفیت برابر شدن در بازار نیروی کار. پس بهینه اجتماعی در بازار نیروی کار همین L1، L1 ساعت نیروی کار. دستمزد هم که W1. خب حالا دولت میاد در مرحله اول مالیاتو میگیره. مالیاتو داره از کارفرما میگیره. منحنی تقاضا چی میشه؟ شیفت پیدا میکنه میاد پایین. چرا؟ خب چون ما باید پول بیشتری، یه دستمزدی که به نیروی کار میده، یه پولی هم بابت نیروی کار به عنوان مالیات به دولت باید بده. مارجینال پروداکتیویتی نیروی کار براش اومده پایینتر، دستمزد کمتری حاضر کارفرما بده.
و همین باعث میشه که منحنی تقاضا شیفت کنه بیاد به پایین، میاد بازار در نقطه B به تعادل میرسه، عرضه و تقاضای نیروی کار میاد از L1 به L2 و یه ددولاس به این اندازه به وجود. خیلی حالا بیایم، ما تا الان فقط اینو نگاه میکردیم، وقتی مالیات رو داشتیم بررسی میکردیم اثرش رو روی کارایی فقط همین رو نگاه میکردیم. اما اگر که بنفیتش هم با هم در نظر بگیریم چی میشه؟ الان این مالیاتی که دولت جمع‌آوری میکنه میبره چیکار میکنه؟ میره یه بیمه ای تهیه میخواد بکنه بده به یه بیمه سلامتی تهیه کنه بده به افرادی که مالیات پرداختن، در واقع کار میکنن. عرضم به حضور شما که خب این چه اثری داره؟ ببینید آدما قبلا که بیمه نبود، خب میدونستن اگر که یک تصادفی، بیماری، چیزی براشون، حادثه پیش بیاد، باید هزینه‌های پزشکی زیادی بدن، حتی ممکنه شغلشون رو از دست بدن، برای مدتی درآمد نداشته باشن، دستمزد نداشته باشن. در نتیجه برای پوشش این ریسک می اومدن دستمزدهای بالاتری در دستمزدهای بالاتری حاضر به کار کردن می شدن. اما حالا که بیمه رو دولت میده، اینا حاضرن که در دستمزدهای پایینتری کار کنن. یعنی مثلا قبلا حاضر بوده مثلا L1 ساعت کار بکنن در دستمزد W1، حالا این L1 ساعت رو حاضرن در دستمزد پایینتری کار کنن. پس چی میشه؟ پس منحنی عرضه نیروی کار میاد پایین، مثلا فرض کنید از S1 میاد به S2، مثلا انقدر. یعنی این نوشتیم بنفیت، یعنی ناشی از این بنفیتی که دارن دریافت میکنن، در واقع منحنی عرضه میاد پایین. منحنی عرضه جدید میشه S2، منحنی تقاضای جدیدم که D2، بازار در نقطه E به تعادل میرسه. پس عرضه نیروی کار میشه L3 نه L2 و در نتیجه عرضه نیروی کار از L1 به L3 اومده. یعنی کارایی کم شده از اون چیزی که ما قبلا تحلیل میکردیم. الان کارایی ببینید به اندازه مثلث AGF داره کم میشه. اما ما تو تحلیلمون میگفتیم به اندازه مثلث ACB کم میشه. تا الان تحلیل ما این بود. حالا که بنفیت رو وارد داستان کردیم، بنفیت مالیات رو وارد کردیم، میبینیم که ددلاس کمتر از اون چیزیه که ما تا حالا تحلیل میکردیم. الان پس میشه L3. دستمزدم که از W1 اومده به W3، یعنی بیشتر کم میشه دستمزد. از W1 تا W2 چرا کم شده بود؟ این به خاطر کاهش تقاضا از سمت کارفرما بود. کارفرما باید مالیات بده دیگه، حالا دستمزد کمتری حاضر بده. از W2 تا 3 هم میتونیم ربط بدیم به چی؟ به این کاهش دستمزد هم میتونیم ربط بدیم به خود نیروی کار، برای اینکه نیروی کار حالا چون بیمه داره حاضر میشه. چون ببینید نیروی کار خب بالاخره برای استخدام شدن نیروهای کار با هم دیگه در رقابتن دیگه، میرن میبینن حالا بیمه دارن، اون وقت با هم شروع میکنن به رقابت، در دستمزدهای پایینتر حاضر به کار کردن هستن. در نتیجه ارزم به حضور شما مقداری هم از این کاهش دستمزد مربوط میشه به کاهش، در واقع از سمت خود نیروی کار میاد، یعنی خودش حاضره در دستمزد پایینتر کار کنه تا شغله رو به دست بیاره، شغلی که حالا بیمه هم داره. خب حالا اگر که این بنفیت خیلی قابل توجه باشه، یعنی نیروی کار ارزش خیلی زیادی برای این بنفیت قائل باشه، حاضر میشه دستمزدش بیشتر هم بیاد پایین. یعنی منحنی ارزش مثلا فرض کنید اینقدر میاد پایین، بیشتر میاد پایین و در این حالت بازار در نقطه B به تعادل میرسه و عرضه نیروی کار هیچ تغییری نمیکنه، همون L1 باقی میمونه. حالا اینجا دیگه ددلاس به وجود نمیاد. پس اگر اون بنفیتی که دولت داره میده نیروی کار خیلی براش ارزش قائل باشه، این بنفیته در واقع انقدر ارزشمنده که اینا حاضر میشن که بیشتر و بیشتر عرضه نیروی کار دستمزدشون بیاد پایین و تا اون شغل رو بتونن بگیرن. با هم تو رقابتی که با هم دارن از افراد که میخوان کار بکنن، حاضر میشن که هی دستمزد پایینتری
تو دستمزد پایینتری کار کنن تا بتونن اون شغله رو بگیرن، چون بنفیتش خیلی ارزشمنده. اون وقت در چنین شرایطی ارزش نیروی کار خیلی میاد پایین، اونقدر میاد پایین که اصلا میزان عرضه تقاضای نیروی کار تو بازار تغییری نمیکنه، در نتیجه هیچ ددول لاسی به وجود نمیاد. به این حالت میگیم پرفکت لینکیج، یعنی این ارتباط تکس و بنفیت کامله. خب عرضم به حضور شما که اه، اگر که خب حالا ببینید این بنفیت رو خود کارفرما میتونست ارزم به شما تهیه کنه برای نیرو کارش. خود کارفرما میتونست مثلا بیمه بگیره برای بیمه سلامت تهیه کنه برای نیرو کارش و حالا دستمزد کمتری هم بده. میتونست این کارو کنه، این کار براش مشکلی نداشت. چرا دولت باید بیاد این وسط دخالت کنه؟ این مربوط میشه به شکست‌های بازاری که به وجود میاد، مثلا موقعی که adverse selection به وجود میاد. یعنی چرا انتخاب یعنی نامناسب؟ اینو با یه مثال توضیح میدیم. ببینید شما فرض کنید که هیچ کدوم از کارفرماها الان در وضعیت موجود اینه، هیچ کدوم از کارفرما بیمه ای نگرفتن برای نیرو کارشون. حالا یه نفر مثلا میخواد بیمه بگیره. اونی که میخواد بیمه بگیره پیش خودش چی فکر میکنه؟ پیش خودش فکر میکنه من الان اگه بیمه سلامت تهیه کنم برای نیروی کارم، احتمالاً چون که هیچ کس دیگه ای نیروی بیمه سلامت تامین نکرده برای نیروی کارش، هرچی نیروی کار مریض و مشکل دار و نیازمند به بیمه سلامت هست میان سراغ من و من نیروی کارم تبدیل میشه به نیروی کاری که مارژینال پروداکتیویتیش پایینه. برای همین این کار رو نمیکنه و بازار نیروی کار در اینجا دچار شکست میشه. مکانیزم های بازار تصمیم درست رو نمیتونن بگیرن و در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ اینجا مجبور دولت بیاد دخالت بکنه، مجبور بیاد به زور مالیات وضع کنه بر کارفرما و بعد بره بیمه سلامت رو هم تهیه کنه برای نیروی کار. این یه نکته. یه نکته دیگه که تو این تحلیل هست اینه که چه موقع این تکس بنفیت لینکیج ها وجود دارن، یعنی مالیات که پرداخت میکنیم این همگام میشه با یک بنفیتی که به اون مالیات دهنده میرسه. ببینید عرضم به حضور شما که این اتفاق موقعی میفته، این تکس بنفیت لینکیج موقعی به وجود میاد که بنفیتی که مالیات داره مستقیما به نیروی کار برسه. حالا توی این مثال ما مستقیم به اون برسه. ببینید اگر که دولت مالیاتو که گرفت، بعد با اون مالیات بره بیمه سلامت برای همه مردم جامعه بگیره، اون وقت به صورت غیر مستقیم به مقدار کمی بنفیت داره به این نیروی کار میرسه و در نتیجه این نیروی کار دیگه انگیزه‌ای آنچنانی برای این کار نداره، یعنی حاضر نیستش که دستمزدش خیلی بیاد پایین تا بره اون کار رو به دست بیاره، چون داره در واقع این مالیاتشو میده اما همه دارن منفعتشو وقتی میبرن. خب این میتونه بره اصلا اعلام بیکاری کنه، اون اون اگر کار نکنم میگیره اون بیمه رو دیگه، اون بنفیت بهش میرسه، بعد بره یه بیمه بیکاری هم بگیره، یه بیمه سلامت هم که داره از طریق کسانی که کار میکنن به دستش میرسه و این ارتباط تکس و بنفیت اینجا تضعیف میشه. پس موقع این تکس بنفیت لینکج در قوی ترین حالت خودش هست که سیاست جوری اعمال بشه که بنفیت اون مالیات مستقیم برسه به در واقع اون هدف که اینجا نیروی کار هستش. خب حالا در مورد این تکس بنفیت لینکج مطالعات تجربی چی میگن؟ مطالعاتی وجود دارن که نشون میدن که مثلا همین در قالب مطالعاتی در مورد همین این بیمه های اجتماعی وجود دارن، برنامه های بیمه اجتماعی که نشون میدن که این ارزم به حضور شما که
این هزینه های تأمین مالی این برنامه ها نشون میدن که چجوری تأمین میشه از طریق همین کاهش دستمزد نیروی کار تأمین میشه و اثری که روی میزان اشتغال نیروی کار داره خیلی کمه. یعنی ارزم به حضور شما که نشون میدن که در واقع همین تحلیلی که اینجا کردیم وقتی که همچین برنامه‌هایی میخوان تأمین مالی بشن خب یه هزینه‌ای داره دیگه، یه هزینه‌ای تحمیل میشه به نیروی کار برای تأمین مالی این بیمه‌های اجتماعی. این منجر به این میشه در نهایت که دستمزد بیاد پایین همونجوری که تو این تحلیل میبینیم و اشتغال خیلی تغییری نمیکنه. در واقع بیشتر شبیه به این حالت پرفر لینکیج مثل که میشه که در اون ددلاس اصلا تغییری نکرده، خیلی جزئی. مثلا یه مثالش در امریکا در اوایل دهه 1970 یه سری ایالت ها اومدن یک بیمه ای رو اجباری کردن، اومدن گفتن یه بیمه ای برای خانم های باردار. ارزم به حضور شما این بیمه رو اجباری کردن، خب این بنفیت برای به خانم باردار میرسید و شما انتظار داری که در نتیجه هزینه بیمه بره بالا و اشتغال برای اینجور خانم‌ها بیاد پایین دیگه، کارفرماها احتمالاً تمایل کمتری به استخدام خانم‌ها پیدا میکنن. اومدن مقایسه کردن ایالتایی که توش این سیاست اجرا شده و نشده، به این نتیجه رسیدن که اجرای این سیاست منجر به کاهش دستمزد شده اما عرضه نیروی کار تغییر نکرده. یعنی داره میگه به نظر میاد که این تکس بنفیت لینکیج، مثلا حالا تو همین در مورد این کیس بیمه تهیه بیمه برای نیروی کار، گرفتن مالیات و بعد تأمین بیمه برای نیروی کار، به نظر میاد این تکس بنفیت لینکیج نزدیک به کامله، یعنی نزدیک به همون حالت پرفکت. خیلی خوب، یه نکته آخرین نکته از این فصلم یک پیوسته این فرمول رمزی تعمیم یافتش رو اینجا نوشتم براتون. عرضم به حضور شما که البته روابط دیگری وجود داره، حالا این یه رابط هست، یه روابط تعمیم یافته تر دیگه ای هم وجود داره، ولی حالا این یه رابط هست از کتاب استیگلیتز در آوردم براتون. میگه که اه، نرخ مالیاتی بهینه‌ای که بر کالای آی وضع میکنید این برابره با پی آی، میشه قیمت بعد از تکس افتر تکس پرایس. پی آی ضرب داره یک روی کشش تقاضای جبرانی اون کالا علاوه یک روی کشش عرضه اون کالا، حالا ضرب داره لامدا. یعنی این یک روی کشش عرضه الان به رابطه اضافه شد. پس ما از این رابطه تعمیم یافته متوجه میشیم که بر اساس حالا قاعده رمزی اگر که شما بر کالاهایی که کشش تقاضاشون زیاده یا کشش عرضهشون زیاده مالیات وضع کنید، ددلاس چیه؟ بیشتر میشه. در واقع تعمیم بخوایم بدیم قاعده رمزی رو میشه این که بر کالاهایی که کشش عرضه و تقاضاشون کمه مالیات بیشتر باید ببندید. ما قبلا فقط تقاضا رو گفته بودیم. خیلی خوب، دیگه این فصل تموم شد و نتیجه گیری. ببینید ما توی فصل قبلی در مورد توزیع بار مالیاتی صحبت کردیم، یعنی اینکه مالیات چطور روی برابری اثر میذاره. در این فصل در مورد اینکه مالیات چطور کارایی رو تحت تاثیر قرار میده صحبت کردیم. بعد گفتیم که مالیات بر کالا چجوری باشه، مالیات بر درآمد چجوری باشه. گفتیم که مالیات بر کالا وقتی میخواد وضع بشه دو ویژگی باید داشته باشه. یکی این که هرچی کشش عرضه یا تقاضای یک کالایی بیشتر باشه، ددلاس ناشی از مالیات آگاه باید باشید که بیشتر میشه. ددلاس ناشی از مالیات بر وضع این کال و ددلاس ناشی از وضع مالیات بر این کالا بیشتر میشه هرچی کشش عرضه و تقاضا بیشتر باشه، یعنی کارایی بیشتر میاد.
نکته دیگه ای که فهمیدیم اینه که هر چی که نرخ مالیات بالاتر باشه لاس به شکل تصاعدی میره بالا، با توان 2 مالیات میره. اینو در مورد مالیات بر کالا فهمیدیم. در مورد مالیات بر درآمد هم فهمیدیم که اونم باعث چی میشه؟ اونم باعث اه، اه، لاس میشه. اما عرضم به حضور شما دو تا نکته رو بر اساس مطالعات تجربی که حالا اینجا گفتیم فهمیدیم. به نظر میاد، حالا باز شاید مطالعات تجربی بیشتری لازم باشه برای این نتیجه گیری، ولی به نظر میاد که مردم واقعا درجه پروگرسیو بودن یه سیستم مالیاتی رو متوجه نمیشن. ما یه مدلی اینجا گفتیم که پیشنهاد میداد که باید سیستم مالیاتی پروگرسیو باشه. سیستم مالیاتی مالیات بر درآمد باید پروگرسیو باشه که خب از نظر برابری عمودی بهتره نسبت به مثلا یه سیستم مالیاتی پروپورشنال. اما توضیح دادیم که باعث به وجود اومدن لاس میشه، ولی مطالعات تجربی نشون داده که نه، مردم درست این درجه پروگرسیویتی سیستم مالیاتی رو درست متوجه نمیشن و این کج فهمیشون در مورد این باعث میشه که عرضه نیروکار گروه‌های درآمدی بالاتر کاهش پیدا نکنه در نتیجه نرخ‌های مالیاتی بالاتر و در نتیجه اون لاسه به وجود نمیاد که به صورت تئوریک تحلیل کرد. بعد اومدیم گفتیم که وقتی که نکته دیگه هم که گفتیم این بود، ببینید شما وقتی بحث بنفیت خود اون مالیاتی که بر درآمد وضع شده رو وارد تحلیل کنید، دیدیم که این افیشنسی یعنی عدم کارایی های سیستم مالیاتی کاهش پیدا میکنه. این کاهش پیدا میکنه، بلکه کاملا کاهش پیدا میکنه. یعنی مطالعاتی وجود داره که نشون میده که این تکس بنفیت لینکج نزدیک به کامل میتونه حتی باشه. یعنی خیلی نمیخواد نگران ما عرضم به حضور شما این افیشنسی های این سیستم مالیات بر درآمد پروگرسیو باشیم. ولی خب میگم باز مطالعات بیشتری لازمه تو جوامع مختلف، داستان متفاوته. عرضم به حضور شما تو هر جامعه‌ای باید مطالعات تجربی مختص به اون جامعه انجام بشه و بر اساس اون نتیجه گیری کرد. یعنی مثلا تو ایران نباید بر اساس مطالعاتی که تو آمریکا انجام شده، مطالعات تجربی که تو آمریکا انجام شده نتیجه گیری کرد. مطالعات تجربی که تو آمریکا مثلا انجام شده بالاخره یه ایده ای میده و یه گمان زنی میده، میگه شاید تو ایران هم مثل اونجا باشه به احتمال زیاد، ولی در صورت برای مطمئن شدن باید مطالعات تجربی مختص به ایران رو حتما انجام داد و بر اساس اون نتیجه گیری کرد.